به نام خدا. توی این ویدیو قرار تستای درس 1 منطق دهم رو با هم دیگه حل بکنیم. امیدوارم که براتون مفید واقع بشه. بهتره که قبل اینکه هر تست رو حل بکنم کلیتون یه دو متوقف کنیم ویدیو رو و سعی کنید که تست رو حل بکنید تا جوابتون رو بسنجید. تست اولی گفته که تاکید منطق بر جای خالی هست. توی گزینه اول گفته تشخیص خطاهای بیشمار ذهن. گزینه دومم بیان روش‌های جلوگیری از مغالطه. ببینید ما یه بحثی داریم تحت عنوان تاکید منطق، یه بخش دیگه تحت عنوان هدف منطق. تاکید منطق بر چیه؟ آموزش شیوه درست اندیشیدن. چرا؟ چون که با اینکه ما خطاهای ذهنی مد نظرمونه و میخوایم از اونها جلوگیری بکنیم، اما چون خطاهای ذهنی بیشمارن ما ناچاریم که اون برنامه درسته رو بگیم که دیگه طرف طبق همون بره و دیگه نیازی نباشه که خطاهای ذهنی که این همه بیشمار هستن رو بخوایم دونه به دونه شرح بدیم. پس در نتیجه گزینه شماره 3 درست خواهد بود. سوال دوم گفته در مورد سفسطه کدام گزینه نادرسته؟ سفسطه که همون خطاهای ذهنی بود. اولی گفته که هر گونه نتیجه خطا در اندیشه است. ببینید همینجا گفته هر گونه نتیجه خطا در اندیشه، در حالی که ما گفتیم سفسطه همون خطای ذهنی است، کاری به نتیجه اون خطا نداریم که اسمشو بذاریم سفسطه. پس در نتیجه گزینه اول نادرست خواهد بود و جواب ما همینه. اما موارد دیگر رو بخوایم بررسی بکنیم، دومی گفته انواع آن قابل دسته‌بندیه که درسته، خطای ذهنی رو میشه دسته‌بندی کرد. و سومی گفته ممکن است غیر عمدی باشه. درسته دیگه، بعضی وقتا عمدیه بعضی وقتا غیر عمدیه. و چهارمی هم گفته منظور از آن همان لغزش ذهنیه که کاملا درسته، همون خطاهای فکری، لغزش های ذهنی هم بهشون گفته میشن. سوال سوم گفته چرا علیرغم اینکه ذهن انسان به طور طبیعی منطقی میاندیشد باز هم به علم منطق نیاز داره؟ ببینید چیزی که کتاب گفته بود و عین جمله کتاب بود این بود که به خاطر اینکه ذهن انسان همیشه در معرض اون لغزش قرار داره و ممکنه توی تعریف اصطلاحات پیچیده دچار مشکل بشه، برای همینه که ما میخوایم منطق بخونیم. پس در نتیجه گزینه 4 درسته که میگه امکان لغزش ذهن وجود داره. ببینید ذهن انسان درسته منطقی میاندیشه اما ممکنه خطا بکنه، برای همینه که ما میخوایم منطق بخونیم. چهارمی گفته همه گزینه ها مربوط به علم منطق جز گزینه اولی گفته آموزش روش جلوگیری از مغالطه. خب این که کاملا درسته دیگه، علم منطق میخواد از جلوگیری بکنه از مغالطه. به چه طریقی گفتیم؟ به طریق آموزش درست اندیشی، یعنی هدف کلی همون جلوگیری از مغالطه هستش. مورد دوم گفته بیان قواعد حاکم بر ذهن که کاملا درسته. منطق میخواست قواعد حاکم بر ذهن رو هم بیان بکنه. درسته هدف اصلیش یه چیز دیگه است، ولی خب قواعد هم بیان میکنه و جزئی از کار منطقه. مورد سوم بررسی و دسته‌بندی خطاهای ذهن هستش که درسته. چرا؟ چون که ذهن منطقی بخشی از کارش هم بررسی و دسته‌بندی خطاهای ذهنی هستش که توی متن کتاب آورده بود. اما چهارمی چی گفته؟ گفته آموزش روش اندیشیدن. ببینید ما میگیم هدف منطق آموزش شیوه درست اندیشیدن، نه آموزش روش اندیشیدن. ما به طور طبیعی هممون میتونیم اندیشه کنیم و فکر بکنیم دیگه. پس در نتیجه در مورد علم منطق گزینه 4 اشتباهه و جواب ما همینه.
اما سوال 5 گفته کدام گزینه مربوط به علم منطق هستش؟ سوال گزینه اولی گفته کشف ضوابط فکری. خب ببینید علم منطق همونطور که توی کتابم خوندیم میخواد ضوابط فکر و چارچوب‌های فکری رو کشف کنه دیگه، یعنی همون شیوه درست اندیشیدن همینه دیگه، یعنی ضوابط فکری رو بخوای کشف کنی. همین جواب درست هستش که حالا گزینه‌های دیگر رو بخوایم بررسی بکنیم. دومی گفته طراحی قوانین فکر که کاملا غلطه، یعنی منطق اصلا قوانین فکری رو طراحی نمی‌کنه. ذهن انسان طبیعی به طور طبیعی منطقی فکر کنه، فقط گاهی در معرض لغزشه. اما سومی گفته جلوگیری از همه اشتباهات بعضی وقتا حتی اگر منطق هم بخونی پیش میاد و هدف منطق این نیست که از همه اشتباهات جلوگیری کنه. و چهارمی گفته سنجش مواد لازم علوم که اشتباه هستش و ببینید منطق ابزاریه در خدمت سایر علوم، نه اینکه سایر علوم ابزاری باشن در خدمت منطق. اما 6 گفته کدام گزینه درباره حیطه کاربرد منطق عام‌تره؟ اولی گفته افراد در محیط‌های علمی و تحصیلی با اون سر کار دارن. خب دیگه منطق یه بخشیش هستش که مربوط به محیط‌های تحصیلی هم میشه دیگه، ممکنه خطای فکری اونجا هم اتفاق بیفته. دومی گفته برای اندیشه‌های دینی و فلسفی به کار میره. خب درسته، یه بخشی از منطق کارش اینه که بیاد این مباحث دینی و فلسفی رو ارزیابی کنه. و سومی گفته در سراسر زندگی هر انسانی از اون استفاده میشه که درسته دیگه، همه انسان ها توی سراسر زندگیشون گاهن دچار خطای فکری میشن، در نتیجه پای منطق هم به وسط میاد و این گزینه به جواب ما نزدیکتره، چون گفته کدام کاربردش عام‌تره. توی دو مورد اولی هم بود، اما مورد سومی کلی‌تر و عام‌تره که گزینه صحیح خواهد بود. سوال بعد گفته کدام گزینه علت نیاز روزافزون به علم منطقه؟ اولی گفته حجم انبوه اطلاعات رسانه و دومی گفته کاربرد تأثیر سریع آگاهی‌های تجاری. ببینید اینجا متن کتاب سوال آورده، توی کتاب گفته بود که امروزه به علت حجم انبوه اطلاعات رسانه هستش که نیاز روزافزون به علم منطق هستش، یعنی نه به خاطر اون کاربرد و تأثیر سریع آگاهی های تجاری، بلکه به خاطر حجم انبوه اطلاعات رسانه‌ای هستش که ما رو ملزم میکنه که علم منطق رو به صورت بیشتر از گذشته به کار بگیریم. سوال بعد گفته علت این که هر انسانی در زندگی خود به علم منطق نیاز دارد چیست؟ گزینه اولی گفته میخواهد درست فکر کند و درست تصمیم بگیرد که کاملا درسته، یعنی ما به این خاطر داریم از منطق استفاده میکنیم که درست فکر بکنیم، درست تصمیم بگیریم، این چیزی که کتابم گفته بود و جواب صحیح همین گزینه اولی هست. و حالا بریم سوال بعد. گفته مناسب ترین گزینه در مورد کاربرد منطق کدومه؟ بدون اون نمیتونیم فلسفه رو بفهمیم. خب چرا نتونیم؟ بعضی وقتا هستش که ما فلسفه رو میکنیم بدون اینکه قواعد منطقی هم خونده باشیم و اون رو میفهمیم. چرا؟ چون گفتم بعضی وقتا خطای فکری پیش میاد برای انسان. بعد توی دومی گفته هر جایی که علم و دانش وجود داشته باشه به اون نیاز هستش، که در واقع درسته هم، یعنی هر جایی که دانش و علم باشه طبیعتا منطق هم میتونه فعالیت بکنه. مورد سوم گفته جلوگیری از خطاهای رسانه‌ای و تبلیغات رو به عهده داره.
جلوگیری نمیکنه بلکه نشون میده. یعنی ما وقتی قواعد منطقی میکنیم میفهمیم که حالا این حرفی که توی رسانه زد داره از مغالطه استفاده میکنه، پس جلوگیری نمیکنه بلکه هشدار میده. و آخری هم گفته همه سازها و زندگی افراد رو در بر میگیره که طبیعتا اشتباهه. یه بخشایی هستش از زندگی انسان کاملا غیر ارادیه، اصلا مرتبط با منطق نیست و نمیشه گفت همه ساخت‌ها و زندگی افراد تحت تاثیر منطقه. صرفا مباحث کلامی و حالا ارتباطیه که به منطق مربوطه. در نتیجه جواب درست گزینه دوم هستش که گفته هر جایی که علم و منطق وجود داشته باشه به اون نیازه. به خاطر چی؟ به خاطری که درست فکر بکنیم. اما سوال بعد گفته چرا منطق در دنیای امروزی بیش از گذشته اهمیت داره؟ ببینید چیزی که متن کتاب گفته بود، امروزه به خاطر اینکه زیاد رسانه فراگیر شده و روزانه اطلاعات خیلی زیادی به دست انسان میرسه، در نتیجه منطق هم خیلی کاربردش بیشتر شده. یه سال قبل از این هم چند تا سال قبل از این هم یه دونه حل کردیم شبیه همین بود که گفتیم که به علت حجم انبوه اطلاعات رسانه‌ای هستش که این موضوع اهمیت پیدا میکنه. سوال 11 گفته کدام گزینه از گزینه‌های زیر تصور هست؟ اولی گفته مردی که طبقه بالا زندگی میکنه. خب مردی که طبقه بالا زندگی میکنه بیشتر شبیه یه جمله ناتمومه، یعنی قضاوتی توش انجام نگرفته، پس احتمالاً همین گزینه جواب درست ما باشه. اما بخوایم گزینه‌های دیگر رو هم چک بکنیم، گزینه دومی گفته مادر حسن بیمار بود. خب یه جمله کامله و یه قضاوتی توش داده شده، پس تصدیق و تصور نیست. سومی هم گفته جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، یه نوع پرسش انکاری مطرح کرده و داره میگه که جان انسان بدون صحبت دوست و رفیقش خوشی و خوشحالی نداره. یه پرسش انکاریه، پس در نتیجه تصدیق محسوب میشه. و چهارمی هم گفته هر کی را صبر نیست حکمت نیست، هم که داره یه قضاوت و یه نظری میده، در نتیجه تصدیقه و جواب درست همون گزینه اولیه که گفته مردی که طبقه بالا زندگی میکنه یه جمله ناتمام آورده، در نتیجه تصوره. سوال 12 گفته جلوگیری از خطای کدام مورد بر عهده دانش منطقه؟ منطق گفتیم به دو بخش تقسیم بندی میشه دیگه، بحث تعریف و استدلاله که مطرح میشه و در نتیجه ما داریم تمام کوششی که در زمینه منطق انجام میدیم توی دو ایجه جای میگیره، یا تعریف یا استدلاله. در نتیجه جلوگیری از خطای تعریف و استدلاله که بر عهده دانش منطق. سوال 13 گفته کدام گزینه به ترتیب بیانگر تصور و تصدیق است؟ یعنی اول تصور بعد تصدیق. اولی مثلث متساوی الساقین که طبیعتا تصوره، و دومی نوشته در را باز کن، یه جمله امری هست، در نتیجه تصدیق نیست. دومی گفته سیمرغ که تصوره و جمله بعدی هم گفته که شاید این جمعه بیاید و یه نظر و قضاوتی رو میده، در نتیجه تصدیق هستش. سومی گفته ورزشی که هر روز انجام میدهم، یه جمله ناتمومه، در نتیجه تصور هستش و بعدی رو رفتن آورده که اون هم تصوره. و گزینه چهارمی گفته عاقبت گرزاده گرگ شود که تصدیقه و جمله بعدی هم لطفاً لبخند بزنید که یک جمله امری هستش. سوال 14 گفته کدام گزینه به ترتیب بیانگر تصور و تصدیق است؟ اولی گفته که یاران چه غریبانه رفتند از این خانه.
خب دیگه این یه تصدیقه. چرا؟ چون داره یک قضاوتی میکنه، میگه یاران به صورت غریبانه رفتن از این خانه. پس این تصدیقه. جمله دومی گفته فجر صادق امروز نیامد، که این هم یه تصدیقه. دومی گفته مردی که آمد پدرم بود، یه جمله کامله و تصدیقه. و جمله دومی گفته دل یک دله کردم برای تو، که این هم یه تصدیقه. سومی گفته مادر حسن که بیمار بود. خب که چی؟ ادامه جمله وجود نداره، یه تصوره. و جمله دومی که یه تصدیق آورده و گفته که استدلال نوعی از علم و ادراک انسانه، که جواب هم همین گزینه سوم هست. اما چهارمی بخوام بررسی کنم، بچه‌های انسانی کنکوری تصوره و آن مواعید که کردیم یک تصور هستش. سوال 15 گفته که فکر به معنای منطقی آن یعنی، حالا گفته کاملش کنیم، استفاده از معلومات برای شناخت نادانسته ها، که چیزی که تو کتاب انزل شده بود همینه. گفتیم که ما میخوایم از معلوماتمون به مجهولاتمون حرکت کنیم، در نتیجه فکر به معنای منطقی هم همین معنی رو میده که میخوایم داریم از معلومات برای مجهولات یا همون نادانسته هامون استفاده میکنیم و جواب هم همین گزینه یک هست. سوال 16 گفته قواعد حاکم بر ذهن انسان جای خالی هستند. قواعد حاکم بر ذهن انسان به طور طبیعی خداوند در اختیارش قرار داده، در نتیجه یه چیز طبیعی هست و ما صرفا میتونیم قواعد حاکم بر ذهن رو کشف بکنیم که بعد حالا در خدمت علم منطق به کار بگیریم. در نتیجه جواب گزینه 4 خواهد. 17 گفته در تعریف با جای خالی و در استدلال با جای خالی سر و کار داریم. ما در تعریف همونطور که در کتاب هم بود با چیستی و در استدلال با چرایی مسئله سر و کار خواهیم داشت. سوال 18 گفته پیش از پرداختن به مبحث تعریف آشنا شدن با مفهوم و مبحث جای خالی لازمه. پیش از آشنا شدن با این که ما بخوایم مبحث رو تعریف بکنیم باید با مفاهیم الفاظ آشنایی داشته باشیم، چیزی که تو کتاب هم اومده بود. پس الفاظه که جواب درسته ما خواهد بود. 19 گفته که منطق نشون میده که ذهن انسان به صورت جای خالی عمل کرده و اندیشیدن برخلاف قواعد منطقی برای انسان ممکن هست یا نه. ببینید ذهن انسان همونطور که کتاب هم گفته بود به صورت طبیعی منطقی فکر میکنه، ولی گاهی هستش که در معرض لغزش قرار میگیره و قواعد منطقی میگه اندیشیدن برخلاف قواعد منطقی برای انسان ممکن هست یا نه. خب طبیعتا ممکنه گاهی انسان دچار خطای اندیشه بشه و منطقی فکر نکنه. سوال آخری که سوال 20 باشه گفته کدام گزینه درباره وظیفه دانش منطق نادرسته؟ اولی گفته که کشف ضوابط تفکر و نشان دادن کاربرد اونها در تفکر هستش، که درسته. یکی از وظایف دانش منطق همین کشف ضوابط فکری، نشون دادن کاربرد اونها در تفکر. دومی گفته کشف عواملی که موجب بهبود و تسریع کار تفکر میشه، که این هم درسته. بالاخره منطق میخواد که یه کاری بکنه که بهبود پیدا کنه تفکر ما و تسریع، یعنی سریعتر بشه تفکر کردن. سومی گفته که نشون دادن عواملی که موجب کندی و نارسایی تفکر میشه، اینم درسته. چرا؟ چون که همونطور که گفتیم یه سری از مواردی که منجر میشن به اینکه انسان
به کندی و نارسایی تفکر میشه رو اومده مشخص کرده علم منطق. اما چهارمی گفته که ارائه برنامه توسط منطقدان که ما باید طبق اون فکر بکنیم. درسته که منطقدان تلاش میکنه که یه برنامه درست فکری و شیوه درست فکر کردن رو به ما یاد بده، اما این که بخوایم داره میگه ارائه برنامه برای اندیشیدن. هر انسانی میتونه اندیشه رو انجام بده، منتها تاکید منطق و شیوه درست اندیشیدنه که در نتیجه گزینه 4 نادرست خواهد بود و پاسخ ما هستش.